سلام شده کنم خوش اومدید. من سایت هستم و امروز اومدیم با اپیزود 2 صبحانه. پس بریم معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. ما یه نیمرو زدیم، نیمرو درست شد، ما تازه رفتیم نون گرم کنیم. بعد نون گرم کردن چایی دم کردیم، اصلا یه وضعی بودش. این من یه طرف تحقیق کردم از آشپزی، راه و روشش رو یاد گرفتم به چه ترتیبی باید کارا رو انجام بدیم. اول باید ما چای درست کنیم، دم کنیم. چای سازمون اونوره، مثلا ندارم برم وصلش کنم، از این استفاده میکنیم. سرد هستش. نگاه کنید بچه، اینو می‌ذارم ببین شعله بزرگه، داخلش آب هست بکنم. آره توش آب هست. اینو روشنش میکنیم. آقا این روش من بهتون پیشنهاد میکنم. اگه شما گازاتون روشن نمیشه اینطوری کنید، نگاه کن اینطوری مثلا میکنی میبینی روشن نمیشه گاز. میخوام یه روش بهتون یاد بدم که خیلی آسون گازاتون رو زیر 2 ثانیه روشن کنید. نگاه کنید اینطوری میچرخونید. اول گاز که وصل شد بعد روشن شد. همین سادگی. و الان این زیرش یکم زیاده احساس میکنم. زیرش رو هم قطع کردیم و راستی بچه کامنت ویدیوی ولاگ اول صبحانمون پدرم هم در آوردین که سر اینکه من چرا تو اون مایتابه تخم مرغ زدم. مایتابه است دیگه، چه فرقی داره؟ این سری از یه مایتابه دیگه استفاده میکنیم. معلوم نیست دوبی چیکار ندارم میارم اینو. گفته بودید از این روحی ها استفاده کنم، اینا خیلی بهتر میشه. من تدیگی چون میخواستم درست کنم اینجوری بچسبه کفش، تو اون نشد. گفته بودید از اینا استفاده کنم خیلی بهتره. و من الان میخوام این سریع داشت چیکار کنیم. این چای سس میره اینجایی دسته. الان میرم تو کار، نگران نباشید. این صفحش واسه یه وصل شدنش رو میذاریم اینجا. تو کادر هست؟ آره نیاز شد دوربین رو جابجا میکنم. من اول برم اینو آب پر کنم. چیا؟ همین آب همین به این هم نمیدونم چیم، به این احتیاج داریم. بسم الله با ناخونم میزنم که احساس نکنم. اینو خاموش کنیم که هدر نره. اینا بچه زاویه دوربین یه جایی گوشم که اینم معلوم باشه شما ببینید. اینم معلومه، همه چی معلومه. اینجا خیلی بهتره. اینجا ما سرد شد. اینا به این حالت میترسم شیشش بیت خیلی نمیشه. آقا این سرعتش خیلی زیاده. من میرم از آب تصفیه از آب تصفیه پر میکنم. یه آبی هم باید میزدم بهش، پوش سانه بهم گفتن و پرش میکنم میام. خب بچه اینو پرش کردم. 2 لیتر جا داره. تا 2 لیتر جا داره آب بریزی. من 2 لیترش پر کردم، کم نذاشتم. این بیدنکشو میزنیم بر این گوریشه. این تا الان 3 بار شکسته. هر 3 بارش هم اینطوری میشه که مثلا دستت بیفته بهش. نه هر 3 بارش هم به دلیل اینکه آب گرم سرد یهو وارد شده
ترکیدم. اینو الان هفته پیش سفارش دادیم آوردن واسه ما، دورو شکسته بود. سر همون از این کم استفاده میکنیم از این، چون خیلی دنگ و فرمی داره، اون خیلی بهتره و سرعتش کمتره. الان من حوصله نداشتم از این استفاده کردم. تا اون اوکی میشه ما میریم سراغ نیمرو. میذاریمشون این که شعله بزرگه بذاریم من دوربین رو تغییر بدم که قشنگ ببینیم این تو. بچه الان من فقط دارم اینجا رو اوکی میکنم واسهتون، بعد خواستم تا موقع اینا رو بزنم نشون میدم تو مارتبر، نگران نباشید. ما الان گاز سر صدا میکنیم. ما الان گاز رو روشن میکنیم به همون روشی که آموزش دادم. حمام این تا داره داغ شد. اون سری ما با روغن زدیم، این سری میخوام با کره لیمون بزنم، خیلی سر صدا میکنه و بذارین برم بیارم تخم مرغ رو. بچه من تخم مرغ رو بردم، اینم همون کره ای که تو ویدیو قبلی استفادهش کرد سپویل کردم. آقا یه ویدیو قراره بیاد چالش از کره استفاده میکنم دیگه، بیشتر از این اسپویل نمیکنم واسهتون. آقا من الان دوربین رو میخوام بیارم اینجا از این تو فیلم بگیره واسهتون که من چی کار میکنم. بچه این مایتابمون من تا دوربین نمیدونم مستم تو کادر یا نه، من تا بخوام دوربین رو مشخص کنم و واسه اینا رو بیارم خاموش کردم زیرشو، ولی الان داغ دوباره روشن میکنم ولی کم میکنم زیرشو. کتریمون هم جوش اومده آبش، حالا اینو من میزنم میرم سراغ کتری. بچه اینجا رو دود بخار این کتری برداشت، بذارین آبش داغ شده. اینو من خاموش میکنم کتری رو، من با این قاشق کره رو هم بزنم و تخم مرغ رو بزنم تا آماده بشه که آب جوش بریزیم. این کرمون و اینطوری بازش میکنیم و کلش رو بکنم با بندازیم، چون تو 2 تا تخم مرغ رو میخوایم بزنیم. کلش رو میندازم بچه ها. یا ابوالفضل یا ابوالفضل چرا اینطوری شد؟ فکر کنم خیلی دیگه مایتابم بود داغ بود. من الان چطوری تخم مرغ رو بندازم؟ کامنت رو بگین کره زیاد ریختم چی شد، چرا اینطوری شدین؟ اینو میذاریم تو همین اینجا و این تخم مرغامونه. بچه دیگه یه ذره تو کادرم نمیافتم ببخشید. تخم مرغ این اولین تخم مرغمو روی سوترم. من ببرم اینا رو بندازم. این سری یا اینطوری
دیگه رو زیادتر کنم. نمک، فلفل سیاه هم زدم و این داره آماده میشه کم کم بچه، ولی خیلی بد شد، دستم تمام سوخت. آقا این تا داره اوکی میشه ما سریع چایمون هم دم بذاریم. یه از افتاد میکنم. این نیمرومون اوکیه فعلا. زیدش رو خیلی کم کردم که آروم آروم بپزه. اینم دماش 92 درجه است و برمیداریم میریزیم تو این. بسم الله الرحمن الرحیم. که قشنگ چایمون دم بیاد. اینجا هم میذاره ریخت، نمیدونم معلومه یا نه اینجا ریخت و الان این داغه. اینو میذارم اون بر. فقط شما یه دقیقه اینجا رو ببینید، خونه رو بوی کره برداشته. آقا تا این دوتا دارن اوکی میشن یه ذره دیگه تخم مرغ و مریم بمونه. یه ذره حباب زده نرا میکنه کنم. یه ذره فلفل دوباره میزنیم. آقا اینا تا دارن اوکی میشن بیاین ما بریم نون گرم بکنیم. من تا اومدم جاشو دوربین تنظیم کنم. این هر دوتای اینا چایی و تخم مرغ تموم شد کارشون. من سریع بهتون گفته بودم تو ویدیو قبلی دیگه ما همیشه نون ذخیره داریم و از این نون ذخیره هامون اینقدر بسه، چون من اهل نون نیستم خیلی و دفعه قبل من فکر کردم مایکروفونم سوخته ولی نسوخته بود، بعد نمید فقط. و اینا به مدت 1 دقیقه و 20 ثانیه اوکی شد. آقا این تا یه داره اوکی میشه ما سفره رو میندازیم تا فوقمه چایمون رو میریزیم و تمام. بچه تصمیم گرفتم سفره نندازم، همینجا این یه ذره سفره با مصرف کنم همینجا بخورم. صبر کنید فقط من اینجاها رو اوکی کنم. این سفرمون اینجا پهنش کردم، چایمون رو میذارم اینجا. لاسا میره یکم عقب‌تر و برم یه چیز کنمش. اینو که الان آب جوشم بذارم روش میذارم اینجا واسه این. خود اینو با این دستمال زیبا برش میدارم میذارم روی اون. صبر کنید اینو اینطوری بردارم. اینو گوشتیم اینجا اوکی. الان آخرش هم بهتون نشون میدم. اینم نون ما، اینم سفره ما. اینم از صبونه من. قشنگ اونطوری طبیعی که میخواستم شد. و اگر نظری دارید نمیاد کادر هستم دوباره یا نه، چون من پسرم اونقدر چیز خاصی درباره آشپزیانه نمیدونم. تو ویدیوی قبلی خیلی کمکم کردیم واسه پارت بعد. اگه دوست داشته باشین پارتای بعدش هم میذارم تا سرد نشده من برم اینو بخورم.
صبحونه رو خوردم، الان میخوام چای بخورم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. و یه نکته هم باید بهتون بگم که من تا حالا نیمرو با کره نخورده بودم، اولین بار بود خوردم، خیلی خوشمزه بود به نظرم. حتما شما هم اگه کره دوست دارید تست کنید. من بوی کره بدم میاد ولی مزه‌شو قبوله کره هستم. و اینم میخواستم بهتون بگم که اگه خوشتون اومده این سری یا اینجور ویدیو خوشتون میاد بگین که پارت بعدش رو بذارم، ولی پارت بعدش اگه بخواید بذارم دیگه مثل این سری تخم مرغ فقط نمیخوام بذارم، پنکیک درست کنم، هر چی که شما بگین درست کنم واسه صبحانه. پس لایک و کامنت و فالو فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه فعلا بای بای. شمالی میام دست به چوب، جنوبی میام با رقص خوب، ولک ترکا رو عشق است، منم لورم ساده قلب خوب، شیب شاب جوب کودت و گرد، تا بدون پولم رو روالم عاشق دختره با خونه